خانم آقایان درود بر شما. امیر برادران هستم و با یکی دیگر از برنامه‌های ورزش و اندیشه که در واقع هفتمین برنامه هست در خدمت شما هستم. هنوز 3 سال از انقلاب اسلامی نگذشته بود، یعنی در سال 1360 خورشیدی که این قانون از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی به تمامی فدراسیون‌ها و اماکن ورزشی ابلاغ شد که بانوان اجازه ندارند به تماشای مسابقات مردان بروند و ممنوعیت زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها در واقع یکی از صدها سیاست اسلامگرایان برای جداسازی زنان و مردان شد. آقایون بفرمین، آقا جون بفرمین آقا جون با تمام. برو. تو ایران تو خیلی از فضاها جداسازی جنسیتی صورت گرفته، یعنی زنان نمیتونن وارد خیلی از فضاها بشن. جایی که به ذهنمون رسید که این قضیه میتونه نمود داشته باشه ورزشگاه بود. یعنی وقتی صحبت از ورزشگاه میشه، اینکه زنان نمیتونن به این فضا وارد بشن برای همه ملموسه. برای همین از حدود 4-5 سال پیش بچهای گروه میدان زنان کمپینی به نام دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها تشکیل دادن. چند بار اعضای این کمپین که به روسری سفیدها معروف شدن تلاش کردند که موقع بازی‌های ملی وارد استادیوم فوتبال بشن، ولی با برخوردهای خشن نیروی انتظامی روبرو شدن. با انقلاب سال 57 و روی کار آمدن حکومت دینی به نام جمهوری اسلامی در ایران خیلی زود مشخص شد که این حکومت برای زنان ایرانی حساب و کتاب جداگانه‌ای باز کرده است. از نگاه زن ستیز جمهوری اسلامی میتوان گفت که این نظام به درستی میدانست که ارزش و اهمیت زن در خانواده و اجتماع تا کجاست و برای سلطه بر جامعه میباید بالاترین فشار و سرکوب را روی زنان ایرانی بگذارد، چرا که وقتی زنان از اجتماع بیرون رانده شوند و برای حضور آسوده و طبیعی با هزار مصیبت و دردسر روبرو باشند، خود به خود نیمی از مردم را از جامعه بیرون کردند. در همان اوایل انقلاب وقتی قانون حجاب اسلامی یا همان حجاب اجباری به اجرا درآمد، این را بعد آغاز اجرای قوانین ویژه برای زنان ایران دانست و ورزش از این قانون حکومتی معاف نماند. در این راستا در سال 1360 خورشیدی این قانون از سوی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی به تمام فدراسیون‌ها و اماکن ورزشی ابلاغ شد که بانوان اجازه ندارند به تماشای مسابقات مردان بروند و سپس کار جداسازی را به آنجا رساندند که حتی محل تمرین‌های ورزشی خانم‌ها باید کاملا اسلامی و اختصاصی باشد و هیچ مردی نباید در حول و حوش این محله‌ها رفت آمد کند و ممنوعیت زنان برای حضور در ورزشگاه یکی از صدها سیاست اسلامگرایان برای جداسازی زنان و مردان قرار گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب نوشت: درست است که دختران زیادی دلشان می‌خواهد مسابقات فوتبال را در استادیوم تماشا کنند، اما بالا بودن این گرایش ربطی به درست بودن آن از نظر اخلاقی ندارد. مردم زیادی در سراسر دنیا به مواد مخدر، قمار و الکل علاقه دارند و همه می‌دانیم که مبادرت به این 3 مورد نکوهیده و ناپسند است. زنده یاد مهین گرجی، روزنامه‌نگار ورزشی که در یک حادثه رانندگی چند سال پیش درگذشت، در نوشته اشاره می‌کند که بعد از انقلاب همچنان برای تمرین به ورزشگاه امجدیه می‌رفتیم. یک روز گفتن از فردا خانم‌ها نیایند، یعنی همزمان با انقلاب فرهنگی اینها حتی ورود زنان به ورزشگاه‌ها را هم ممنوع کردند. چند سال پیش احمد خاتمی تماشای شنا کشتی را به زنان حرام کرد. این عضو مجلس خبرگان رهبری و از امامان جمعه موقت تهران در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد گفت: زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند. این تصریح فتوای مراجع. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن. این حرامه. بر طبق چنین آرایی است که بعد از انقلاب دختران از حضور در ورزشگاه محروم شدند. این تبعیض جنسیتی به خصوص در فوتبال که طرفداران دختر بسیاری دارد برای سالیان درازی مورد انتقاد مخالفان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی قرار گرفت. بعد از انقلاب 57 طبق تمام اتفاقایی که افتاد، تقسیم بندی‌هایی که شد، یعنی جداسازی‌هایی که اتفاق افتاد، یکی از این اتفاقات توی حوزه ورزش برای محدودسازی زنان افتاد و اون گرفتن حق ورود به استادیوم‌های ورزشی بود. زنها بعد از اون دیگه حق بشینن مثلا فوتبال نگاه کنن، بازی‌های مردان رو نگاه کنن، در حالی که خب سالها بود که میتونستن حاضر بشن در استادیوم‌ها و تشویق بکنن و این یه روال عادی بود. این اتفاق که متاسفانه به اسم شریعت در واقع افتاد و بر اون مبنا گفته شد که ممنوعیت وجود داره و در واقع به نوعی حرامه، در واقع یه راهکاری بود، یه راهکار شرعی بود برای اینکه حق ورود در
حضور در مجامع رو، در اجتماع رو بخواد از زنها بگیره و در واقع زنها رو خانه نشین بکنه و حقوق اجتماعی و شهروندی رو از اونها سلب بکنه. در سالهای اخیر زنان در ایران تلاش گسترده‌ای را آغاز کردند تا بتوانند دروازه آزادی را به روی خود باز کنند. برای نمونه چند سال پیش 7 دختر با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا از مسئولان سازمان تربیت بدنی و فرماندهان پلیسی که مانع از ورود آنها به ورزشگاه شده بودند شکایت کردند. قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران فشار آورد که در مسابقاتی که مربوط به این کنفدراسیون هست مقدمات حضور تماشاچیان زن را فراهم کند. ببینید سینما، تئاتر، همه اینا هست برای یه سری روزهایی که خانواده‌ها برای لحظات خوب داشته باشن. چه ایرادی داره فوتبال ما با این همه پتانسیلی که داره بشه پنجشنبه جمعه‌هاش، حالا یه وسط هفته بشه خانواده‌ها بیان بازی‌ها رو ببینن، لذت ببرن، این ورزش پرهیجان پرنشاط. خب الان ورود، مگه منظور شما خانواده هاست؟ بله. ورود خانواده ها به موجب چند مسئله، شاید شما اطلاع نداشته باشید، ممنوعه. الان ممنوعه. در این ارتباط لازم است بدانیم که در طول سالهای گذشته شماری از زنان آزادیخواه و تلاشگر ایرانی در هر فرصت مناسب اقدام به تشکیل کمپین‌های بین‌المللی کردند تا بتوانند آگاهی لازم را به مردم جهان بدهند. از جمله تلاش‌های چشمگیر زنان ایران در راه آزادی و حقوق خانم‌های ایرانی میتوان به گروه روسری سفیدها اشاره کرد که 10 سال است به شکل سازمان یافته در داخل و خارج کشور بسیار فعال هستند. اما نخستین به اصطلاح تلاشی که گروهی از زنها کردن، گروهی از فعالای حقوق زنان به همراهی دخترایی که دوست داشتن که فوتبال رو تماشا کنن کردن، این بود که رفتن با همون تیپ زنونهشون رفتن و خواستار حضور در استادیوم شدن. چند تا بازی پی در پی این خواسته تکرار شد و در واقع نخستین حضوری که زنان در ورزشگاه‌ها داشتن بازی ایران بحرین در مقدماتی جام جهانی 2006 بود که ایران به جام جهانی هم صعود کرد. اونجا تعدادی از زنها تونستن به جایگاه تماشاگران ویژه برن، نه که تو جایگاه عمومی. اونا تونستن که برن VIP و بازی رو از نزدیک تماشا کنن. به طور اتفاقی فیلم آفساید که درباره حضور دخترای عشق فوتبال توی ورزشگاه‌ها بود داشت ضبط می‌شد و حضور روسری‌های سفید اونجا بودن به عنوان روسری سفیدها ثبت شد و کمپین حق ورود زنان به استادیوم‌ها در واقع به طور عمومی معرفی شد به همه. و یه کار مهم دیگه‌ای هم که کمپین ورزشگاه کرد به نظر من خیلی اهمیت داشت، ساختن فیلم 90 دقیقه برابری بود که توسط گروه مستندسازی میدان زنان انجام شد. این بود که یکی از اعضای کمپین با لباس مبدل مردونه رفت استادیوم و تمام اون سختی هایی که یه دختر برای دیدن فوتبال متحمل میشه و ریسک به جونش میخره و به شکل پسر وارد استادیوم میشه رو ثبت کردن. شما میتونید این فیلم رو در آرشیو زنان تیوی هم ببینید، هست الان. من تصورم بر اینه که بحث عدم ورود زنان به استادیوم های ورزشی ریشه دارتر از این مسئله است، به این معنا که زن ستیزی جمهوری اسلامی در جامعه ایران از آغاز جمهوری اسلامی، یعنی همون تظاهرات حجاب، سرچشمه گرفته و مرحله به مرحله اگر دقت کرده باشیم آمدند جلوگیری کردن از ورودشون به ادارات دولتی، درهای ادارات رو برای زنها و مردها جداگانه درست کردن، اتوبوس‌ها رو همینطور جدا کردن، درهای سینماها رو همینطور پرده کشیدن. همه اینها مراحلی است که ما با این قضیه مواجه هستیم، ولی مهمترین بخشی که به نظر من در این مسئله باید بهش توجه بسیار زیاد کرد پروژه‌ای است که در دوران اصلاحات، یعنی دوران 8 ساله آقای خاتمی به انجام رسید تحت عنوان پروژه عفاف و حجاب، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که آقای خاتمی نتونستن به اجرا درش بیارن، ولی این پروژه بسیار گسترده است که در بیمارستان‌ها مردهای پزشکای مرد، پزشکای زن، بیماران مرد، بیماران زن و پروژه‌ای است که اگر که بهش دقت بشه تمام مراحل
ورود زنان رو به جامعه منتفی میکنه. بحث جلوگیری از ورود زنان به استادیوم ها گوشه از این کاره. من باورم بر اینه که تلاشی که دختران و زنان ما در جامعه ایران انجام میدن و همین آخرینش که کمپین روسری سفید هاست تحت عنوان این که ما نیمی از جامعه هستیم یک واقعیت و امیدوار به این هستم که با پشتیبانی جامعه مردان ایران، چون ببینید ما وقتی که بحث از آزادی زن میکنیم تا مردان درش مشارکت نداشته باشن راه به جایی برده نمیشه. به همین مناسبته که من باورم این هستش که این تلاش بسیار گسترده زنان با همکاری مردان به طور قطع و یقین میتونه جایگاه بسیار بالایی در این تلاش زن ستیزانه جمهوری اسلامی به وجود بیاره. البته این رو هم ناگفته نباید بگذاریم که مسئله اسلام، شرعیات و فقه و دین در اسلام، درسته که ما بیشتر از 99% جمعیتمون مسلمان هستند، ولی مسلمانی ما ایرانی ها با مسلمانی های کشورهای عربی بسیار متفاوته. به همین معنا اگر که ما دقت بکنیم سابقه ایرانی بودن ما چند هزار سال قبل از هجوم اعراب و اسلامی شدن جامعه ایرانه. به این معنا نمیشه که تدوین کرد مقررات جامعه اسلامی رو در جامعه ایران. به همین دلیل که در 35-6 سال گذشته جمهوری اسلامی نه تنها موفق نشده بلکه روز به روز قدرت و جسارت و شهامت زنان ایران بیشتر شده و باز تاکید میکنم با همکاری مردان من مطمئن هستم که آینده بسیار روشنی نه تنها برای ورزشگاه‌ها، برای آزادی زنان تو جامعه ایران به وجود میاد. در طول 3 دهه گذشته هرگز هیچ سازمان و نهاد حقوق بشری به یاری زنان به اسارت گرفته ایران در جمهوری اسلامی نیامده و تنها در چند ماه اخیر فدراسیون جهانی والیبال نسبت به پایمالی حقوق زنان ایران برای تماشای مسابقات واکنش نشان داد و فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی را 1-2 بار با محرومیت از میزبانی مسابقات روبرو کرد. سوا این دو واکنش فدراسیون جهانی والیبال باید گفت سازمان‌های جهانی و به اصطلاح حقوق بشری هیچگاه به شکل جدی از حق و حقوق زنان ایرانی دفاع و پشتیبانی نکردند و همیشه زد و بندهای اقتصادی و سیاسی حرف اول را زده و از این رو ما ایرانی‌ها باید بدانیم که تنها با اراده و توان خود می‌توانیم همراه با دختران و زنان آزادی‌خواه به مقابله بپردازیم. در روزهای گذشته چند چهره آشنای ورزشی و فعال مدنی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواستار آن شدند تا این فدراسیون نسبت به حضور خانم‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال در ایران اقدامات لازم را به عمل بیاورد و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارد. با سابقه‌ای که از ساختار مافیای فیفا سراغ داریم، بعید است که این نامه با واکنش به حق از سوی فدراسیون جهانی فوتبال روبرو شود و فدراسیون جهانی والیبال دارای شکل و شمال متفاوت نسبت به فیفا است و به طور کلی دنیای والیبال با دنیای فوتبال در این روزها بسیار فاصله دارد. درسته که ما همیشه انتظار داریم که از سازمان‌های حقوق بشر که با بیانیه‌هایی که میدن یا در کل پشت حرکات حقوق بشری همیشه باشن، ولی فراموش نکنیم زمانی که ما اعتراضات خودمون رو بیان نکنیم و به گوش دیگران نرسونیم، این یک انتظاریه که حقیقتاً به نتیجه نخواهد رسید. تمام تلاش من مثلا در دیداری که با نایب رئیس FIVB داشتم با آقای الکساندر بوریچیچ این بود که به ایشون نشون بدم که یک زن ایرانی یک زنیه که کمابیش شبیه من میتونه باشه، یک زنیه که دوست داره به ورزشگاه ها بیاد، که البته ما این رو در خارج از کشور کاملا به نمایش گذاشتیم، حتی در استرالیا هم که اصلا رسانه‌ای شده بود در کل دنیا که زنهای ایران علاقه‌مندن به اینکه از در داخل ورزشگاه ها از تیم ملی حمایت کنن. و در حقیقت به آقای بوریچیچ یادآور شدم که ما اساسا مشکل فرهنگی نداریم، چون این یک چیزیه که جمهوری اسلامی سعی میکنه به صورت یک دروغ برای اینا بیان کنه همیشه که خب شما باید فرهنگ هر کشوری رو احترام بذارید و این هم مسئله فرهنگی ماست، مسئله است کاملا داخلی. تمام سعی من زمانی که صحبت میکردم با ایشون، حتی من از سخنانی که داورزنی یا افشاردوست در سایت های داخلی منتشر شده بود براشون ترجمه میکردم و
بهشون آگاهی میدادم که اینا دنبال این هستن که قوانین فدراسیون والیبال رو در حقیقت دور بزنن و نمیخوان زنها واقعا وارد ورزشگاه بشه، ولی میخوان به صورت ظاهرسازی بگن که خب این 200 تا خانومی که الان کارمند هستن یا هر چی که خودشون میارن اونجا به صورت کنترل شده خواهند آورد، همین زنهایی هستن که در حقیقت میخوان شرکت کنن. بیان این حقیقت ها به بوریچیچ خیلی تاثیرگذار بود، چون من در چهره ایشون میدیدم که ایشون واقعا متعجب میشن از شنیدن یک همچین مطالبی و از اینکه میبینن اصولا زنهای ایرانی مشکل فرهنگی ندارن. این رو براشون مسائلی بود که نمیدونستن و من فکر میکنم یک کنشگر حقیقتا وظیفش این کار هاست که به جهانیان بگه واقعیت پشت پرده مطلب چیه. مسلما سیستم ساختاری فیفا بسیار متفاوته با FIVB. تو هر بازیش میلیون ها دلار پول اینور و اونور میشه. به اصطلاح حالتیه که مسلما عکس العمل FIVB رو من ازشون یعنی از قبل میدونم که انتظار هم ندارم که الان بیان حرف من رو قبول کنن و همون عکس العمل رو نشون بدن. نیروی هممیهنانمون در داخل خیلی زیاده بدون اینکه خودشون بدونن و اینجا هم ما با یک فعالیت، با یک جنبش مدنی روبرو هستیم و جنبش‌های مدنی و این گونه حرکات اجتماعی از مزایاشون این هست که اگر ما به صورت گروهی یک همچین خواسته معقول و بی خطری رو خواهان بشیم نمیتونن در مقابلش مقاومت کنن و این وظیفه همه ما ایرانیاست، تک تک ما ایرانیاست که در مسابقات بریم، حتی اگر پشت درهای بسته میستیم خواهان ورود به ورزشگاه‌ها بشیم. این گونه است که ما میتونیم این رو به یک سرانجامی با هم برسونیم. میدانیم که سالهاست ورزش زنان در جهان همپایه ورزش مردان حرکت کرده و دیگر ورزش زنان و مردان وجود ندارد. اما چه باید کرد که زنان سرزمین ما در 36 سال گذشته اسیر واژه‌های زنانه بودند که از سوی حکومت اسلامی به آنها تحمیل شده و وقتی این سرمایه‌های بزرگ انسانی در ایران نمی‌توانند حتی در اتوبوس‌های شهری در کنار همسر و برادران خود باشند، دیگر داستان ورزشگاه‌های زنانه و مردانه به نظر پایانی نخواهد داشت. دوشنبه گذشته قرار بود جلسه برای فروش برند دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برگزار شود که با وجود سر و صداهای یک دو ماه اخیر و قول و قرارهای مسئولان وزارت ورزش این جلسه لغو شد. رئیس سازمان خصوصی سازی از لغو جلسه بازگشایی پاکت‌های مزایده واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که قرار بود فردا برگزار شود به علت وصول نشدن هیچ پیشنهادی خبر داد و افزود آگهی جدید مزایده این دو باشگاه هفته آینده منتشر می شود. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به همراه امیررضا خادم مهمان برنامه 90 دوشنبه شب هفته گذشته بود تا واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی کنند گفت که قیمت استقلال و پرسپولیس کارشناسی بود و ما قبول داریم که این موضوع هنوز با مشکلاتی همراه است چون فوتبال ایران هم فوتبال حرفه‌ای نیست. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره معارض داشتن زمین‌های استقلال و پرسپولیس تصریح کرد اگر سازمان خصوصی‌سازی سهامی را فروخت و بعد مشخص شد که این سهام جزو دارایی نبوده و خریدار متزلزل شده است، خریدار می‌تواند به هیئت داوری مراجعه کند و موضوع را پیگیری کند. در میان اما نکته که مهم و قابل توجه است این است که آن تأسیسات و امکانات باشگاه تاج استقلال فعلی که توسط تیمسار پرویز خسروانی مؤسس باشگاه تاج به سازمان اوقاف واگذار کرده است، در وقف امکانات و تأسیسات باشگاه تاج به روشنی ذکر شده که این تأسیسات قابل خرید و فروش نیست و برای همیشه به اوقاف سپرده شده و حال چگونه است که تأسیسات در اختیار اوقاف میتواند واگذار شود و به لحاظ قانونی و حتی شرعی که جمهوری اسلامی خود را مجری احکام شرع می‌داند چنین معامله 100% خلاف بوده و نمیتواند به ثبت برسد. البته چنین خلافی اصلا تازگی ندارد و می‌دانیم که جمهوری اسلامی در طول 36 سال گذشته هزاران زمین و بنای وقفی را به اصطلاح مصادره کرده و به یاران و خودی‌ها سپرده و برای هر خلافی یک کلاه شرعی ساخته و در یک لحظه حرام را حلال کرده و حلال را حرام. درباره فروش برند دو باشگاه پرطرفدار ایران میتوان با قاطعیت گفت که این مثل تمام کارهای دیگر دارای سلامت قانونی نیست و فقط ناشی از تصمیم‌های شخصی و سلیقه‌های لحظه‌ای است. این دو باشگاه را در شرایط امروزی
فقط آدم‌های وابسته به نظام می‌توانند به اصطلاح خریداری کنند که در عمل با پول مردم اما به نام پول دولتی است. در همین ارتباط می‌توانیم به آخرین اظهار نظر امیررضا خادم معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان در این برنامه 90 هفته گذشته که به شکل غیر مستقیم و در لفافه از فساد مالی در مدیریت استقلال و پرسپولیس در گذشته و به خصوص در زمان حاج علی فتح‌الله‌زاده در استقلال و امیر عابدینی و سردار رونانیان در پرسپولیس میگوید. هر سال اون چیزی که از اسپانسر به صورت مشخص و شفاف وارد باشگاه میشد بالغ بر 4-5 میلیارد تومان نبود و تازه این هم هیچ کدومش به حساب خزانه دولت وارد نمیشد، چه در پرسپولیس و چه در استقلال، و این یکی از همون مطالبی بود که برای بحث خودسازی ما با مشکلات عدیده‌ای باش روبرو بودیم که اصلا این پول‌های ورودی و خروجی و خدمت شما عرض کنم بدهی‌ها و درآمدها و دارایی‌ها و مسائل چرا مشخص نیست. یادمان هست که خادم چند ماه پیش هم در مناظره تلویزیونی با فتح‌الله‌زاده و عابدینی چنین گفته است: شما همین میلیارد تومان شما هیئت مدیره باشگاه داماش، پارسه و جاهای دیگه که بودید، نفراتی که داخل هیئت مدیرتون بودن کیا هستن؟ اینجا بحث داماش نیست. کیا هستن؟ شما مگه یه باشگاه نیستید؟ به خود من مربوطه. امثال آقای خسروی و مهیار خسروی و 3000 میلیارد و مسائل از این نوع این نوع افراد توی هیئت مدیره شما که به مرحله اعدام میرسن. بعد به شما بخوام. عزیز من خب خوشبختانه من یه طرف نشم، شما دو تا گردن کلفتم یه طرف نشستید، ماشاءالله از این طرف میتونید با هم دیگه با توجه به اظهارات سربسته معاون وزیر ورزش به خوبی در میابیم که نه فقط دو باشگاه پرسپولیس استقلال بلکه کل فوتبال ایران با آلودگی گسترده و عمیق همراه است که اگر روزی بخوان نسبت به این آلودگی اقدام بکنن، به راستی که باید از بالا تا پایین رو به دادگاه ذی صلاح بسپارن. البته دادگاهی که در جمهوری اسلامی هرگز وجود خارجی نداشته و نخواهد داشت. در برنامه ورزش و اندیشه بنا داریم تا در هر فرصت مناسبی یکی از بزرگان راستین و خوشنام ورزش را به نسل امروز معرفی کنیم تا چهره‌های شاخص و تاثیرگذار را پیش از پیش بشناسیم. ورزش ما مثل دیگر زمین‌ها همیشه با نام‌های توخالی و شخصیت‌های خیالی همراه بوده است و کمتر آدم‌های شایسته و محترم به مردم معرفی شدند. بدون تردید باید مسئولیت تاخت و تاز چهره‌های پوشالی در ورزش رو در درجه اول متوجه رسانه‌های ورزشی دانست که معمولاً صفحه‌ها و برنامه‌های خودشون رو به پوچی‌ها اختصاص میدهند و به درستی گفتند تا مردم یک کشور بزرگان خود رو نشناسند محکوم به کوچکی هستند. در برنامه هفته میخوام به سراغ یکی از شخصیت‌های بزرگ فوتبال ایران بریم که در طول عمر پرارزش خود عامل افتخار و احترام در میان چند نسل از فوتبال ما بود. خانم ها آقایان، منصور امیرآصفی. منصور امیرآصفی یک بزرگ به تمام معنا در تاریخ فوتبال ایران است که مردم آنگونه که باید شاید او را نمیشناسند تا بدونیم که چرا فوتبال ایران به این روز افتاده است. منصور امیرآصفی 11 سال در تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده و در تورنمنت بسیار پر اعتبار المپیک 1964 توکیو بازوبند کاپیتانی ایران را بر دستان خود بسته. او نخستین مربی ایرانی بود که برای طی دوره‌های مربیگری عازم انگلستان شد و در آنجا در باشگاه آرسنال لندن متدهای مربیگری فوتبال نوین را آموخت. بازگشت امیرآصفی از لندن با پذیرش هدایت تیم‌های باشگاهی کیان، برق، آرارات همراه شد که این مسئولیت آخر یعنی باشگاه آرارات به مدت 12 سال دوام آورد. ماحصل مربیگری منصور امیرآصفی کشف ارائه ده‌ها بازیکن به تیم ملی بود که از میان آنها میتوان به پرویز قلیچخانی و علی پروین به عنوان دو بازیکن برتر پیش از انقلاب در تاریخ فوتبال ایران اشاره کرد. اما امیرآصفی با تواضع میگوید: در محله‌ای که من در اونجا زندگی می‌کردم، یعنی جنوب شرق تهران، نسبتاً پر جمعیت بود و ما در آن زمان می‌توانستیم در 3 تیم باشگاهی کیان، البرز و برق تمرین داشته باشیم و حدود 130 جوان در این تیم‌ها به خدمت گرفته شده بودند. در چنین شرایطی طبیعی است که میشد در خلال بازی‌ها بازیکنان خوب و با استعدادی شناسایی شوند. کشف پرویز قلیچخانی و علی پروین و خیلی های دیگر هم که در آن زمان بالا آمدند بیشتر به استعداد و تلاش خودشان مربوط بود تا کار ما. اما پرویز قلیچخانی که از شاگردان منصورخان امیرآصفی بود در مجله آرش بعد از درگذشت این مربی بزرگ اینطور نوشت: منصورخان امیرآصفی اولین و پر اثرترین مربی ورزشی زندگی من بود. امیرخان به همراه آقای الهی اولین مربیانی بودند که از آنها بسیار آموختم و جایگاه ورزشی خود را مدیون این دو انسان شریف می‌دانم.
هیچگاه اولین مسافرت با تیم آموزشگاه کشور را فراموش نمی‌کنم. امیرخان که کارمند بانک رهنی در خیابان شهباز بود، نه تنها اجازه رفتن به مسافرت را از پدر مادر من گرفت، بلکه هنگام مسافرت می‌دانست که من پولی در جیب ندارم، 35 تومان پول تو جیبی به من داد. منصور امیرآصفی شخصیت استثنایی در ورزش فوتبال بود. بازیکنان بسیاری از دست امیرخان به تیم ملی راه پیدا کردند و یاد این استاد بزرگ نه تنها همیشه با من بوده و خواهد بود، بلکه جامعه ورزش ایران هیچگاه خدمات رو به فوتبال فراموش نخواهد کرد. سرمربیگری پرسپولیس هم دیگر مسئولیت‌های کاپیتان خوشنام پیشین تیم ملی فوتبال ایران بود که به دلیل مبارزه ناکام وی با پدید سالاری دوام چندانی نیاورد. چند سال قبل از فوت منصور امیرآصفی، بازیکنان اسبق تیم فوتبال کیان برای جشن تولدی گرفتند، اما حرفهای شاگردان و همبازی منصور امیرآصفی بسیار شنیدنی است. امیر حاج‌رضایی: من برادری دارم که حدود 50 سال در آلمان زندگی می‌کند، ولی در این همه سالها اصلاً احساس نکردم که برادر بزرگتر ندارم چون امیرآصفی بود. همیشه تأسف می‌خورم که چنین مرد بسیار شریف و با اخلاق و اولین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در المپیک 1964 توکیو در جریان فوتبال کنونی کشور قرار ندارد. اینکه ما به راحتی معلمان و بزرگان خود را فراموش می‌کنیم اصلاً خوشایند نیست. علی حاج ابراهیمی، بازیکن همدوره آصفی در کیان: من نزدیک 49 سال است که سیگار می‌کشم، ولی در تمام این دوران در مقابل 2 نفر اجازه این کار را به خود ندادم، یکی جلوی پدرم و دیگری جلوی امیرآصفی. بهمن ثقفیان، هافبک کیان: حتی اگه مسائل فنی رو کنار بذاریم، باید بگم که من بر اساس دیده‌ها و شنیده‌ها و خوانده‌هایم انسانی به این شرافت و معرفت و ادب و متانت هرگز ندیدم. منم مثل حاج ابراهیمی سیگار می‌کشیدم و یادم است یک بار که امیرآصفی رو دیدم سیگار روی دستم خاموش کردم. نادر لطیفی، بازیکن پیشین کیان و تیم ملی فوتبال ایران: ما بیشتر مسائل فوتبال از امیرآصفی تقلب می‌کردیم، به بچه‌های خودمون یاد می‌دادیم. چه از بعد فنی و چه از جهت اخلاقی و شخصیتی از او بسیار یاد گرفتیم و شاگردی‌اش رو کردیم. منصور امیرآصفی قبل از مرگش در یک مصاحبه وقتی از او سوال می‌کنن که به عنوان کسی که از چهره‌های خبره فوتبال هستی، ریشه مشکلات این ورزش در کجاست و چرا اینقدر فضای آن برای علاقمندان ناامید کننده شده است، او جواب می‌دهد که در واقع نشان از تجربه و آگاهی این مرد بزرگ فوتبال ایران دارد. آصفی می‌گوید: متاسفانه فوتبال ما اسیر باورهای غلطی است که از سوی برخی مسئولان ایجاد شده و از طریق مدیران به مردم و هواداران این رشته منتقل و القا شده است. آن باور غلط همین است که اگر 22 تا 25 جوان فوتبالیست را جمع کنیم و یک مربی بالای سرشان بگذاریم، آنها باید از فردایش همه تیم‌های دیگر را ببرند. مسئولان و هواداران ما همه چیز را از کانال بردن یا باختن بررسی و درباره‌اش قضاوت می‌کنند، در حالی که فوتبال ابعاد کاملا وسیع‌تری از این دو وجه دارد. متاسفانه پول به جای اینکه به عنوان عاملی سازنده ظاهر شود، نقش یک عامل تخریبی را ایفا می‌کند و بلای جان فوتبال ما شده است. باید گفت فوتبال جز این موارد دستاوردهای بسیار ارزشمندی دارد که ما از آنها فاصله گرفته ایم. یکی از بهترین افتخاراتم انتخاب ایویچ به سرمربیگری تیم ملی و استخدام او بود. اگر از شاگردان سرشناس ایویچ در تیم ملی آن زمان بپرسید، قطعا خواهند گفت که او با همه مربیان دیگرشان متفاوت بوده است. من 3 ماه در رأس کمیته تیم‌های ملی بودم و از اجرای برنامه‌های ایویچ حمایت کامل کردم، ولی آنقدر فشارها و زدوبندهای بیرونی زیاد بود که شرایط را طوری پیش برد تا ما را وادار به استعفا کنند. مشکلات فوتبال ملی ما آنقدر ابتدایی است که نیازی به مطالعه تطبیقی و استفاده از کارشناسان متخصص ندارد. وقتی جامعه بی حساب به سمت نتیجه سوق می‌یابد بدون اینکه ریشه ها را محکم کرده باشد، آدم‌هایی پیدا می‌شوند که به هر شکل ممکن به این هدف‌ها برسند. اما برای چاره‌جویی باید به عزم ملی رسید. سازمان تربیت بدنی باید به سمت ساختن زیربناها و اصلاح روابط فرهنگی اخلاقی حرکت کند. از سوی دیگر بررسی کنید مشکلات تأسیساتی و تجهیزاتی ما چقدر است. یادم است در سال 1964 که با تیم ملی فوتبال ایران به المپیک ژاپن رفتیم و در آنجا 17 تمرین داشتیم و 3 مسابقه دادیم، در مجموع در 21 استادیوم در توکیو و هومه حضور یافتیم. اینها تجهیزات آن زمان ژاپن آماتوری بود. خب ما چقدر به این سو حرکت کرده ایم؟ همینطور یادم هست که آن سال در حین تمرینات باران شدیدی میبارید. بچه ها به من گفتن که به آقای فکری بگویم که بعد از باران تمرین کنند.
که ایشان به من گفتن به بچه‌ها بگو بنویسن که در حین بازی باران نمی آید. من قبول میکنم. این نوع منطقه حاکم بود. منصور امیر آصفی علاوه بر برخوردی از شخصیت والای ورزشی، یکی از مدیران آشنا در بانک رهنی بود که در طول سالها خدمت همیشه بیشترین کمک رو برای صاحب خانه شدن مردم فراهم آورد. در زندگی خصوصی امیر آصفی همه وجود خود را در اختیار مادر نازنینش گذاشت و عشق به مادر تا آنجا در امیر آصفی جوشان بود که به واقع تا آخرین لحظه زندگی هیچگاه کنار مادر دور نشد. امیر آصفی آنگونه زندگی کرد تا عشق به مادر را برای دیگران به تماشا بگذارد که الحق بزرگترین عشق در این عالم است. منصور امیر آصفی روز 15 اسفند 1388 بر اثر بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. روانش شاد، یادش پاینده. خب در این قسمت نگاهی داریم به چند تا از گل‌های زیبای لیگ فوتبال آلمان بوندسلیگا. گل اول از ضربه کاشته یونوزویچ، بازیکن اتریشی ورده برمه در مقابل بایر لورکوزن که بسیار ضربه عالی میزنه. تصویر آهسته نگاه کنید، بسیار استادانه این ضربه رو زد. یکی از گل‌های قشنگ هفته لیگ فوتبال آلمان یعنی بوندسلیگا بود. اما گل دوم ضربه بسیار خوب بازیکن تکنیکی هلندی روبن، بازیکن بایر مونیخ که دروازه اشتوتگارت و اینطوری با یه کار بسیار عالی پای چپ یه ضربه روی پا قوسی همچنان ضربه رو محکم میزنه که و فنی که کار رو برای دروازه‌بان حریف بسیار مشکل میکنه. گل سوم کار کوین دربر، بازیکنی که امروزها در بهترین فرم خودش قرار داره و این پنجمین گلیه که در این فصل به ثمر میرسونه. تصویر آهسته نشون میده چقدر قشنگ و به زیبایی ضربه رو زد. و اما گل چهارم از ضربه بسیار دیدنی دیوید آلبا، بسیار یک ضربه بسیار استادانه. نگاه کنید اگه تصویر آهسته‌اش الان ببینیم به چه صورت ضربه رو زد، ضربه کاشته آزاد که فکر نمی‌کنم دروازه‌بانی در دنیا بتونه این همچین ضربه‌ای رو مهار کنه. ببینید چقدر زیبا زد. و گل پنجم که در واقع حاصل یک کار گروهی خوب توسط وین بولتوز که پاس بسیار خوبی میده و دیوید سلکس بازیکن زیر 20 سال فوتبال آلمان ضربه رو استادانه میزنه. نگاه کنید چه پاسی رو، لقمه رو به قول معروف جمع جور کرد، واسش گذاشت و اون هم به زیبایی تمام ضربه‌شو زد. یه پاس بسیار عالی با بیرون پا و نقطه‌ای که به هر حال کار برای هر دروازه‌بانی مشکل میکنه. بله، بارها از باور خود گفتیم که فوتبال در جمهوری اسلامی در همون راهی حرکت میکند که مملکت در اون مسیر به اسارت گرفته شده. بنابراین هرگز گمان نمی‌کنیم فوتبال میتوان در بساط سراسر آلوده و با کمترین پاکسازی همراه ببینیم. و با تعریفی دیگر، وقتی نام اصلاحات در رژیم اسلامی تکرار می شود، باید همیشه به هوش باشیم که در عمل اصلاحات یعنی فریب مردم. در هفته‌های اخیر افشاگری درباره مسائل مالی و آلودگی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به قدری بالا گرفته که امنیتی‌های حاکم بر فوتبال بار دیگر دست به همون فریب شناخته شده یعنی اصلاحات در چند پست فدراسیون فوتبال زدند تا با برکناری نایب رئیس و دبیرکل به قول معروف آبها از آسیا بیفتد. تقریباً همزمان با سفر تیم ملی فوتبال ایران به استرالیا برای شرکت در جام ملت‌های آسیا، تغییراتی در سطح پست‌های حساس فدراسیون فوتبال رخ داد که توجه اهالی فوتبال را به خود جلب کرد، به طوری که اخبار و حواشی تیم ملی تحت شعاع این تغییرات پیاپی قرار گرفت. تحولات از تغییر نایب رئیس بانوان در مجمع ششم دیماه فدراسیون فوتبال آغاز شد و در ادامه نایب رئیس اول، دبیرکل و رئیس کمیته پزشکی هم کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند و به گفته آقای رئیس این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت. حال سوال اصلی اینجاست، تغییر برخی افراد در ساختمان سئول به چه منظور صورت گرفته است؟ آیا با توجه به عملکرد 7 ساله فدراسیون این تغییرات در جهت اصلاح امور جاری و آتی فدراسیون انجام شده یا خواسته وزارت ورزش بوده است؟ با توجه به روند موجود در فوتبال کشور به نظر تغییرات لازم و ضروری است و حتی میتوان تغییراتی مهمتر و وسیع‌تر از این را انتظار داشت.
اما اینکه آیا با این رفت و آمدهای اشخاص مشکلات عدیده فوتبال به حداقل میرسد و میتوان به رفع موانع بر سر راه پیشرفت و فساد زدایی و ایجاد اصلاحاتی حیاتی در فوتبال مطمئن بود، سوالاتی است که آینده پاسخ آن را معلوم خواهد کرد. باید قبول کرد که این فوتبال پرهیاهو، پرخرج و البته مستعد برای سر و سامان یافتن و خلق افتخار بیشتر نیازمند حرکت‌های ریشه‌ای و اصلاحی است و در این راه محتاج به کارگیری مردانی کاربلد و استخوان خرد کرده از جنس فوتبال است که بتوانند به معنای واقعی کلمه اصلاحات را در فوتبال کشور انجام دهند. با این حال آن جابجایی و چیزی به عنوان اصلاحات در فدراسیون فوتبال نمیتواند سرپوشی بر فساد گسترده و بی حد و اندازه در فدراسیون فوتبال بگذارد. و حالا نقش علی کفاشیان در حیف و میل‌های مالی و رابطه با یاران بیرونیش بیش از پیش برملا شده است. در تاریخ فوتبال ایران هیچ مسئول فدراسیونی به اندازه علی کفاشیان این همه طرف رسانه‌ها و مردم مورد انتقاد قرار نگرفته. کفاشیان از زمانی که در رأس فدراسیون فوتبال قرار گرفته بیش از 5 مسئول ورزش عوض شده، اما او همچنان بر سر کار است و در تمامی این دوران همیشه لبخندی میزند و منتقدان را به مسخره میگیرد و اعتقاد داره که او را هل دادن تو فوتبال. من سوالم این بودش که من شنیده بودم قبلا شما قهرمان مسابقه 2 بودی. من میگن که چطوری شده الان رسید فوتبال؟ آره آخه یه موقع یکی از یه بالای میگم پرید، بعد همه دست دادن واسهش میترسید بپره، بعد پرید رو همه دست دادن موافقتش جشن گرفتن آپشن نیاگارا او چی بود. بعد آره گفتش که چیزه، گفتم خب چی شد چه انگیزه بهش پرید؟ گفتم نمیدونم کی هولم داد. حالا من نمیدونم کی هولم داد تو فوتبال، قرار نمی‌رسیدم فوتبال، ولی تو فوتبال هم بودنش این نیستش که فوتبالیست باشی. تو فوتبال واقعا یه جامعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ورزشی همه چی هست، باید مدیریت داشته باشه آدم، که حالا ما با مدیریت خنده سعی می‌کنیم جلو ببریم دیگه. این روزها بسیاری از خبرنگاران داخلی به افشای فساد مالی فدراسیون و شخص کفاشیان پرداختند و جالب اینجاست که مسئولان رده بالاتر یک مدیر فاسد دیگر به نام امیر عابدینی را به عنوان سخنگوی بررسی صورت‌های مالی فدراسیون مأمور کردند تا از ناپدید شدن $900,000 در فدراسیون و موضوع سید مصطفی طباطبایان مدیر امور مالی فدراسیون فوتبال ایران که در حقیقت برادر همسر علی کفاشیان است و مسئله دریافت حواله‌های خودرو پرده بردارند. سید مصطفی طباطبایان بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی نام او در کنار کفاشیان نبی برای دریافت حواله خودرو رد شده بود. برادر همسر علی کفاشیان رکوردی بیش از 70 سفر بین‌المللی در کارنامه خود دارد. فیفا به او به خاطر حضورش در تیم ملی روزانه $750 میداد که در پایان بازی‌های جام جهانی برزیل $15,000 کاسب شد. در شرایطی که گم شدن ماجرای $400,000 همچنان مبهم مانده، حالا خبر میرسد مدیر عامل کوکاکولا 500 میلیون تومان کمک کرده و اسنادش در بودجه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در بخش درآمدها دیده نشده است. از طرفی هم نزدیک به چند هفته است که از احضار هوشنگ مقدس تاجری در دبی که به گفته خودش کارش جابجایی پولای کروش است توسط نهادهای نظارتی و قضایی می‌گذرد. حساب بانکی این تاجر ایرانی مقیم دبی محل آمده شده میلیون‌ها دلار پول ایران بوده است. همان پول‌هایی که علی کفاشیان میگوید اینها پول‌های بیت المال نیست و خودمان به دست آورده‌ایم. او حالا سکوت کرده چون شریک تجاری فراری است و مهلت 2 هفته‌ای هم که خودش خواستار شده تمام شده است. آن چیزی که مسلم است علی کفاشیان و نیروی اطلاعاتی و امنیتی سر کار آوردند، چون فوتبال در سطح ملی در دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است و امروز هم کسی مثل کاروس کروش که برای خیلی‌ها یک فرد مناسب برای تیم ملی است و تبلیغات کاذبی هم براش راه انداختن، دقیقاً می‌دانند که چه طریقی برای سرمربیگری تیم ملی انتخاب شده و در واقع چه کسانی فوتبال در ایران اداره می‌کنند و برای همینم چسبید به علی کفاشیان که من با او صحبت کردم و به کفاشیان اعتماد دارم. حالا اگر عده‌ای فکر می‌کنند که با افشاگری در مورد مسائل مالی فدراسیون می‌توانند کفاشیان رو بردارن، به نظر خیال باطلی باید باشد، چون همان کسانی که او را آوردن صدها برابر از این پول‌ها را خودشان بالا کشیدند. البته ناگفته نماند که هر کسی در این سیستم مافیایی تاریخ مصرفی دارد که در زمان خودش انجام خواهد شد. اما حالا یک پرسش اساسی، فرض کنیم کفاشیان رو برداشتن، خب چه می‌شود؟ کی قراره بیاد؟ مگر چیزی عوض خواهد شد؟ ظاهراً خانه از پایبست ویران است. نژاد فوتبال که تصویری از کل جامعه ایران است، فقط در صورت تغییرات کلی جامعه امکان پذیر خواهد بود. این تصویری است از مجله کیهان ورزشی در آذر ماه سال 1353 که تیتری دارد تحت عنوان خداحافظی عمو صالح، فقط توپ والیبال حق گله از او دارد.
که داریوش جمالی مفسر و کارشناس والیبال کیهان ورزشی در آن زمان به بهانه خداحافظی مسعود صالحیه یا همون عمو صالح خودمان چنین نوشته است: برای هر تماشاگر که حتی یک بار بر دیدن مسابقات والیبال رفته است، مسعود صالح چهره آشناست. او یک انسان و یک بازیکن قابل تحسین است. هنر حمله او در نزد کارشناسان والیبال چندان قابل ستایش بود که در مسابقات جهانی صوفی 1970 عکس او به عنوان یک مهاجم خوب در بولتن فدراسیون بین‌المللی والیبال به چاپ رسید. او محبوب همه یاران ملی پوش و قابل احترام تمام والیبالیست‌های جوان ایران است. کسی نیست که او را دوست نداشته باشد و روی همین علاقه است که او را عمو صالح صدا می‌زنند. مرد اول والیبال ایران در حالی خداحافظی کرد که در سراسر زندگی ورزشی‌اش هرگز به داور، تماشاگر و بازیکن نگاه غضب‌آلود ندوخت و هرگز به گردانندگان مسابقات اعتراض نکرد و شاید تنها توپ باشد که بر اثر سرکوفته‌هایی که با آن زده شده زبان گله از وی دارد. بنده در سن 14-15 سالگی بود که با عمو صالح آشنا شدم. متاسفانه هیچ موقع فرصت این که بازی ایشون دیده باشم نبودم. در اون زمان ایشون دیگه به قول معروف بازنشسته شده بودن و در نقش مربیگری حاضر شده بودن که من به خاطرم هست بازی‌های جوانان بود. یک چند جلسه ما با هم تمرین کردیم و بهترین خاطران من با ایشون در حقیقت در بازی‌های قهرمانی ارتش‌های جهان در عربستان سعودی بود، در ریاض، که ایشون به عنوان سرمربی بود و خوشبختانه ما اونجا عنوان اول رو کسب کردیم. عمو صالح واقعا از قدیم که من یادم بود همیشه چنان خونسرد و با مهربانی و در اکثر اوقات که تیم عقب بود یا به هر حال بازیکنان مرتکب اشتباهی می شدن با کمال خونسردی بازیکنان رو دلداری میداد و این در حقیقت روانشناسی امروز هم میگه که یک مربی خوب حرفه‌ای باید برخوردش همین باشه، اینی که داد بزنه سر بازیکن، نمیدونم ایراد بگیره از بازیکن چرا این اشتباه رو کردی. این جز این که فشار رو روی بازیکن بیشتر بکنه هیچ کار مثبتی دیگه نیست. از بازیکنانی که خب فهم و شعورشون در رابطه با والیبال خیلی بالا بود مثل آقای مصطفی ذوقی، مهدی صابرپور، آقای هوشنگ ملکلو و غیره، به هر حال من همیشه سوال میکردم که در مثلا 5-10 سال گذشته بازیکنان خوب به نظر شما که و همیشه اگر 2 نفر رو نام میبردن نفر اول مسعود صالح بود. مسعود صالحیه و داریوش جمالی 2 بزرگ و 2 خوشنام تاریخ والیبال ایران هستند که امیدواریم روزهای بازنشستگی را با تندرستی و دلخوشی سپری کنند. خب میرسیم به پایان برنامه و پخش یک ترانه. در شروع برنامه از زنان گفتیم و پایان بخش برنامه هم صدای یک زن هست. ریتا جهانفروز، این خواننده ایرانی تبار اسرائیلی که آهنگاشو به زبانهای مختلف برای برقراری دوستی میان ملت‌ها میخواند. ریتا که در یک فامیل یهودی در ایران متولد شده است، در سن 8 سالگی از زادگاه اصلیش مهاجرت کرد و به اسرائیل پناهنده شد. ریتا جهانفروز تلاش بسیاری را برای نشان دادن چهره واقعی فرهنگ ایران به دنیا و به ویژه مردم اسرائیل نشان داده. او در برنامه‌ای که در ایجاد صلح مؤثر بوده فعالیت‌های بسیاری داشته، مانند کنسرتی که در ماه مارچ 2013 در سازمان ملل اجرا کرد و در این کنسرت شعر بنی آدم از یکدیگر سعدی رو برای مردم خواند و خطاب به رهبران ایران گفت: در حالی که شما بر طبل جنگ می‌کوبید، ما برای شما ترانه از عشق و صلح می‌خوانیم. ریتا ترانه شادآماد ساخته زنده یاد عطاالله خرم و با صدای زیبای زنده یاد ویگن را با بهترین نحو اجرا کرده و بازخوانی کرده و حتی خود زنده یاد عطاالله خرم هم پس از اجرای ریتا گفت: وقتی نیم قرن پیش این ترانه رو برای زنده یاد ویگن ساختم، هرگز فکر نمی‌کردم که روزی در اسرائیل این چنین طرفدار داشته باشد. با پخش این ترانه زیبا و یادی از ویگن عزیز به شما بینندگان عزیز بدرود میگوییم و تا هفته آینده همین روز همین ساعت خدا نگهدار.